بریم تا بهتون نشون بدم واسه رستورانمون چطور گوشت تهیه میکنیم. این رستوران به خرید گوشت آماده قانع نیست. اولین رستورانیه که تو دبی انتخاب گوسفند هم با خودشون انجام میشه. برای خرید دام به دامپروری تو منطقه القصیص رفتیم. از اونجایی که خیلی روی این مسئله وسواس دارن، باید حتما گوسفند انتخاب شده نژادش ایرانی باشه. ظاهرا باید بگردن تا انتخاب درست رو پیدا کنن. بعد از سر زدن به چندین محل، بالاخره اونی که می‌خواستن رو پیدا کردن. دام خوششانس انتخاب شده برای ذبح به محل مورد نظر اعزام میشه و در یکی از مدرن ترین و تمیزترین حالتهای ممکن برای قطعه بندی آماده میشه. حواس اون هست که کار درست انجام بشه. اینم از گوشت تازه گرم. بریم که تو رستوران آمادش کنیم. این لیموزین ها هم واسه نهار صف کشیدن. البته شوخی میکنن. گوشت رو تخلیه و به رستوران برده میشه تا واسه یک کباب اصیل با طعم